سلام صبح شما بخیر. قیافه بیروح منو که میبینیم به خاطر اینکه اینجا ساعت 7 صبح و دیارا دیشب ساعت 12 خوابیده، امروز هم ساعت 7 صبح بیدار شده. به من میگه ماما. هیچی دیگه مجبور شدم پاشم، با وجود اینکه واقعا یعنی التماس میکردم که خدایا فقط 10 دقیقه دیگه بخوابم، ولی نشد. بلند شدم واسه صبحونه درست کردم. الان خیلی آروم و ریلکس داره صبحونه‌شو میخوره و امیدوارم که دوباره بخوابه چون واقعا خوابم میاد. خلاصه اومدم با این چهره تازه خواب بیدار شده بگم که ولاگ امروز رو شروع کردم. توی کامنت ها ازم خواسته بودین که یه روز کامل با دیارا ولاگ بذارم. امروز میخوام این ولاگ رو بگیرم و خوشحال میشم که تا آخر ویدیو همراهمون باشین. دیار مامانی چی میخوری دخترم؟ ها؟ پشت. چی میخوری مامانی؟ انگور؟ سفیده تخم مرغ کو؟ یه دونه دیگه سفیده تخم مرغ مونده دیارا دوست داره. بفرمایید. به به. چشش تو حرفه بخونم چی؟ چشم. لیلی حوزک گربه رفت آب بخوره افتاد تو حوزک. این میگه بریم کمک، این میگه نریم کمک، این میگه جواب خدا رو چی بدیم، این میگه منه کله گنده، منه کله گنده. میخوایم بسواک بزنیم دیار. بخیر دیار جون. مامانی هم بسواک بزنه مثل دیارا. دیار یه بوس بده.
نکن مامانی. لحظه دست نکن مامان. باشه الان بغلت میکنم. بای بای کن. موهات کو؟ موهاتو شونه نکردی مامان چرا؟ بیا شونه کن موهاتو. بیا دخترم موهاتو شونه کن. شونه کن. آفرین. بابایی آفرین. آره بده من بر کتاب بخونم. کتاب چیه؟ کتاب بیا بغلم. آره بیا بغلم. ناسی تیارا. نازی کن. ببین دستایم چه کارایی بلدن. دستم بلدن دیارا رو ناز کنن. نایس. نه مامانی این بابا نیست، این پنگوانه دختر قشنگه. پنگوانه. آره نازی کن. نایس. دیدی که آره دیدی چی میگه؟ دیک. اون ستاره است. ستاره کی میاد؟ وقتی شب میشه. ستاره ها میاد تو آسمون وقتیشه که لالا کنی. بگه نه؟ آره لالا. اینم ماه مامان. ماه هم میاد تو آسمون وقتی شب میشه. اوه قربونت برم من جیگر مامان تو. آره دیارا بوست کن. آفرین. قربونت بشم. جیجی که بوست کردی یه کتابمون تموم شد مامان. قصه ما به سر رسید کلاغه به خونش نرسید. بده بیا. بده سیتون. بده بیا خوشگلم. بیا مامانی. آنی آبا میخوای؟ بیا. بسه؟ به تایم نهار داریم نزدیک میشیم. من واسه دیارا یکم کته گذاشتم روی گاز داره میپزه. الانم میخوام براش میتبال درست کنم. انگار کته با میتبال بخوره. اینو بدم؟ مامان اینو بگیری همه جات میسوزه. باور کن. اینه نمیتونم برم مامان. ماما نیست که دخترم. ماما نیست دخترم.
مامانی میخوام پیاز خورد کنم. اصلا یک چیزیه که اگه بزرگ بشی بدونی اصلا نزدیکش هم نمیای. من قراره که چشمامون بسوزه. شما برو اونور، برو بازی کن تا چشات نسوزه مامانی. برو دخترم، برو بازی کن. بابا یعنی بغل. بغل کنم. نه میتبالشه. این گوشت چرخ کرده بوقلمونه با اون پیازایی که خورد کردیم، یکم روغن زیتون، بعد ادویه های مجاز دیگه. من حالا توش یکم پودر سیر زدم، یک کوچولو آویشن زدم، یکم هم زردچوبه زدم. اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم، گردش میکنم، بعد سرخ میکنم. بفرمایید. وایسا دیگه مامان، من باید به شما ماما بدم. یکم فوت کن. چیز داره. میخواد لباسشو بپوشه بره در. این شلوارشو بپوشه، این لباسیش هم بپوشه. یالا بای بای کن. بریم دادا. بریم دادا ماما. آره الان میریم دادا. پاشو بریم دادا. آبازی؟ نه دیگه، یا بریم دادا یا آبازی، کدومش؟ بریم دادا. نازی کن. نازی بده مامانی. مرسی. یه هاپو دیدی؟ هاپو چی میگه؟ چی دیدی؟ هاپو دیدی؟ هاپو چی میگه؟ داره میره دنبالش همینطوری. بریم مامانی. بریم دادا. وای دیاره چقدر خوشگل شدی. منو ببین. بیا برات بزنم. بیا. وای دیاره چقدر خوشگل شده. ببینمت. چقدر نانا. امروز قراره با دیارا بریم با هم دیگه به پنبه سر بزنیم. پنبه کیه؟ پنبه گربه منه. دیارا شاخکاش تیز شد. پنبه گربه منه که من موقعی که مجرد بودم، مثلا دیارایی در کار نبود، چون خیلی عشق گربه بودم، مامانم راضی کردم به هزار بدبختی که من یه گربه به سرپرستی بگیرم و بزرگش کنم. خلاص پنبه رو از 2 ماهگی دیگه گرفتم، خودم به سرپرستی گرفتمش و مامی کفشتو در بیاریم باشه.
این کفشت کثیفه مامان، بیا اینو بگی باش بازی کن. بیا به سرپرستی گرفتمش و خلاصه الانم که از وقتی دیارا به دنیا آمده پنبه خونه مامانمه، چون خب یک جورایی نگهداری از جفتشون یکم سخت بود. از یه طرفی میترسیدیم که یه موقع 1% پنبه به دیارا آسیب بزنه، حالا چون گربه‌ها یکم حسودن، به خاطر همین دیگه از اون موقع خونه مامانمه. منم که خدا خواسته چون مامانم هم عاشق پنبه شده الان دیگه حسابی بهش رسیدگی میکنه. منم که از خدا خواسته دیگه فعلا نگفتم که بیاد خونه خودمون. چی مامان؟ بریم. دیارا داره حوصله‌اش سر میره. خلاصه الان مامانم رفته مسافرت، مامانم اینا مسافرتن و کسی نیست که پیش پنبه باشه. چه دخترم؟ ما هم میخوایم بریم اونجا که غذا بدیم بهش، آبشو دوباره بذاریم براش، آب تازه بذاریم و ببینیم اگه خاکش کثیفه خاکش رو تمیز کنیم. یکم هم دیارا قراره با پنبه بازی کنه. آره بودو بریم پیش پنبه. پنبه چی میگه؟ ماو. پنبه میگه ماو. آفرین مامانی. یا بریم پیش پنبه. بودو پنبه کجایی؟ سلام پنبه. سلام. سلام پنبه. چطوری پنبه؟ پنبه سیارا؟ سلام پنبه. ناز پنبه ناز. پنبه کجا رفت؟ برو نازی کن پنبه رو. پنبه نازی. پنبه بیا پیش من. بیا دخترم. پنبه بیا اینجا مامان. پنبه چه غذا خشک پنبه دیگه آخراشه. خوب شد اومدی ما. الان میخوام واسهش یکم نمیدونم مامانم توی فریزرش چی داره، دل داره یا سنگدون داره، میخوام یکم واسهش درست کنم. غذای گرمم بخوره. دیارا کجایی؟ اینم آبشه. الان آبشم عوض میکنم. دیارا همچنان در جستجوی پنبه است. ناز قربونت بشم من. پنبه اینقدر از تو میترسه. آره میترسه مامان. پنبه بیا نازت کنیم پنبه. ناز. پنبه بیا غذا بخور. بودو پنبه. پنبه نازی. پنبه بیا اینجا. بیا اینجا غذا بخور. بیا. بودو بیا. بیا مامان. بیا دخترم. پنبه. دیارا اونجا تو اتاق داره بازی میکنه دیگه. پنبه جرأت کرد بیاد نزدیک من. اگه دیارا باشه که اصلا جرأت نمیکنه بیاد. پنبه سلام.
دادا چی کردی تو؟ این چی اسمش؟ ماه بگو ماه چیه این؟ جیجیک پر. جیجیک پر؟ این ماهه بابایی بگو ماه. ماه ستاره. جیجیک پر. دیارا پر. دیارا که پر نداره، خودش خبر نداره. اسم چی بود؟ دادا. وقتی شبها خوابهای بد میبینی، دستهایم بلدن بغلت کنند و نازت کنند تا دوباره چشمهای قشنگت را ببری. داره ناز میکنه. نایس. بگو بابا. دادا میبرم بابایی، صبح دادا بودی دیگه. بگو بابا. بلند بگو بابا. اسم چی بود تو؟ دادا عباس. این تاب عباسی؟ به اون میگه عباسی. تاب عباسیه؟ آره؟ برو داخلش برو.